بعد انشاءالله که کو ببینیم گپ میزنن دیگه واش ببینن عبرت میگیرن. دیگه ببینه که سگ یک گوشش دیگه است، دیگه او جرأت نمیکنه، نمیترسن از شما که به گفتن میگیرن هر گپا. یا سگا غلام‌های یهود و نصارا هستند. اینا در مقابل مسلمان ها جنگ فکری پیش برده‌اند. سبحان الله. کسی که با آیه قرآن ایمان نداشته باشه، کسی که به ضد الله و رسول باشه، الله عزوجلال تنها کسایی را که با پیامبر صلی الله علیه و سلم شوخی کردن یا مسخره کردن، با جبرائیل و با آیات های الله مسخره کردن و در قلبشون محبت الله و محبت رسول و محبت جبرائیل جوش میزد، همونها را الله کافر گفت. در سوره توبه الله فرمود قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد ایمانكم. گفت بگوی محمد، این چند کسی که با آیه های با الله و با آیات های الله و با رسول الله شوخی کردن، مسخره کردن، یا را بگو شما آیا با الله و با رسول و با آیات های الله شما مسخره میکنین؟ با تحقیق شما کافر شدین، دیگه عذر پیش نکنین. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. عذر پیش نکنین که ما فلان بدین ما فلان بدین. همین با مجرد شوخی کردنتون با الله و رسول و آیه هاش کافر شدین. ببین کسی که محبت الله و رسول و قرآن در دلش جوش میزنه، فقط کمی با الله و رسول شوخی کردن، شوخی ناجا، شوخی که در شریعت جایز نیست، الله کافرشون گفت. پس کسی که با حکم الله دشمنی میکنه و دشمنی در قلبش بس به الله و به رسول و به آیه های الله بغض دشمنی میجوشه، حکم او چی است؟ البته اگر وقتی که سخن میگن شما خوب نگاه بکنید، با یک غرور و با یک کبر و با یک غصه و با یک غضب صحبت میکنه که حتی سرخ میشوه. اینها یک به معرفتن، اینا ایان، اینا اوان. ببین از قلبش میبراید همین سخنهای بغض و کینه و حسدش. چقدر طبیعتش خراب میشه، چقدر طبیعتش خیره میشه. از صدق دل به ضد اسلام صحبت میکنن. اینها اگر کافر نباشن کی است کافر؟ کسی که حکم الله قبول نکنه و انجام نده و با ضد حکم الله قیام بکنه، آیا مسلمان است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که نماز قصداً ترک میکنه مسلمان نیست، کافر است. یک نماز. آیا میشه کسی که نماز هم نخونه، روزه هم نگیره، حج هم نکنه، زکات هم نده، مجاهدین دشمن خودش بدونه، با یهود و نصارا دوستی بکنه، با حکم ما انزل الله حکم بکنه، آیا این میتونه مسلمان باشه؟ الله میفرماید ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. آیا نمیبینی ای محمد کسایی که گمان میکنن که به الله، گمان میکنن که به آنچه به تو نازل شده است یعنی قرآن و ما انزل من قبل که تورات، انجیل، زبور، یا گمان میکنن که ایمان دارن؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اینها کافر هستند. اینها خیال میکنن که ایمان دارن اما ایمان ندارن. به خاطر چی؟ به خاطر که حکم و فیصله را به حکم طاغوت میکنن. وقد امروا ان یکفروا به، و به تحقیق اینها امر شدن که باید به طاغوت کافر باشند، لیکن اینا کافر نشدن، پس اینا ایمانشون قبول نیست. ایمان اینا گمانی است، زعم اینها است که ایمان دارن. اگر هر کسی گمان میکنه ایمان داره است لیکن KGB و NVD و VKD و دپوتات است و کماندیر است، اینا گمان میکنن، اینا ایمان ندارن. ایمان اینها گمانی هست. مثل که انسان گمان میکنه که در جیبش پول هست، گمان میکنه لیکن میبینه چی نیست. همچنین اینها هم گمان میکنن که ایمان دارن اما در حقیقت نه ایمان ندارن. به خاطر چی؟ به خاطر که شرط ایمان داشتن کافر شدن به طاغوت است. الله میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الله میفرماید پس هر کسی که به طاغوت کافر شود
بعد از آن به الله ایمان بیارد، این باید دستاویز محکمی جنگ زدگی هست. لحاظا کسی که میخواد مسلمان باشه باید که شروط لا اله الا الله در او موجود باشه. شرط مهمش کافر شدن به طاغوت است. طاغوت کی هست؟ طاغوت کسی است که غیر از الله عبادت کرده می شود و او راضی باشه. تمام. هر چیزی که غیر از الله عبادت کرده می شود، چه بت باشد، چه جادوگر باشد، چه ساحر باشد، چه ملا پرست باشد، چه پادشاه پرست باشد، بغیر الله حکم میکنه و او اطاعت کرده می شود، او طاغوت است. اطاعت یعنی عبادت، یعنی اطاعت. هر کسی اطاعت بکنه در غیر حکم الله، او چی هست؟ او از عبادت کرده است. مثل که شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب در کتاب توحیدش میفرماید من اطاع العلماء والامراء بتحریم ما احل الله او بتحلیل ما حرمه الله فقد اتخذهم اربابا من دون الله. میگه هر کسی که امیرها و علماها را، امیرها و علماها را میگه اطاعت بکنه در اون چیزی که الله حرام گردانگی هست حلال بدانند و یا حلال گردانگی هست حرام بدانند، به تحقیق او را رب خودش قرار دادگی هست. به خاطر چی الله ما رب خود قرار دادگی هست ما از اطاعت میکنیم؟ به خاطری که او ما را آفریده است و او ما را حکم کردگی است که به امر او عمل بکنیم و احکامه او را به جا بیاریم و الله را اطاعت بکنیم. اطاعت الله عبادت الله است. اطاعت التر عبادت التر است. هر کسی التر در حکمه های ضد اسلامی اطاعت میکنه او را عبادت کردگی است. هر کسی که رمضان کدیروف در حکم غیر الله اطاعت میکنه او را عبادت کردگی است. هر کسی که پوتین و اوباما لعنت الله علیهم اجمعین اینها را اطاعت میکنه اونها را عبادت کرده هست. الله میفرماید و ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. میگه بسیار رهبان ها این علمای یهود و نصارا را الله مثال میتن که میگه اینها مال مردم میخوردن و مردم از راه الله باز میداشتن. فی الحال علمای ما را همین خیلی است برادر عزیز، مثل نوری که مثل میرزا، مثل او مشرکی که داملای کلانش میگن، مشرکی کلانش بگه او را حکمت الله صدقه نمی حکمت اللهش کنه، اینا مال مردم میخرن نمیخرن؟ میخرن. و این کثیرا من الاحبار والرهبان، احبار علمای یهود، رهبان علمای نصارا، لا یاکلون اموال الناس، اینها مالهای مردم میخرن و یصدون عن سبیل الله و مردم از راه الله از جهاد باز میدارن. آیا همینها همچنین نیستن؟ مال مردم نمیخرن؟ میخرن. روزی نیست که در خانه اینا یک گوسفند کشته نشود، یک بز کشته نشود و مردم از جهاد باز میدارن یا نمیدارن؟ باز میدارن. پس همینها از علما یهود و نصارا چی فرق کردن؟ ما دشمنی تمام علما نیستیم، ما خادم عالم هستیم که حکم الله بیان کنه، حق برای مردم بگه، در غم مردم، در غم اندوه، در خوشی و غم مردم شریک باشه. این خیلی عالم ما تار سر میکنیم، ما خدمتش میکنیم، ما در حقش دعای خیر میکنیم، ما دستگیری میکنیم این انسان. این خیلی علما در نزد ما قدر دارن و قابل احترام است و واجب الاحترام است عالمی که حق بگه برای مردم. اما علمای سوء که از صحابی که درباره توحید اصلا صحبت نکردن، حتی معلومات خودشون از بین رفتگی هست، اصلا از معلومات هم ندارن درباره علم توحید، علم الله شناسی و سخنهای دروغ میگن و حدیثی موقوف، مرسل، ضعیف، اینا را از حدیث صحیح فرق نمیکنن. شکماشون 3 وجه و 4 وجه برآمدگی است. پراد و مرسدس دیگه ماشینا تا دستشون یکم پنجشنبگی پرپسکت نمیشود. لاکیاشون میبندن تو صغیره هستی، تو غریب هستی، تو فقیر هستی، فرق نداره. این باید شکمش سیر شود.
هزاران مشکلاتی دارن که ضد اسلام است، اینها نمیفهمونن. پس وظیفه اینا چی هستن؟ اگر همین قبل نکنن، پولشون از پول مردم، خانهشون از پول مردم، خوردنشون از پول مردم، ماشینشون از پول مردم، گاو و خر و گوسالهشون از پول مردم، تمام عیش و عشرتشون از مردم، قالین‌های خانهشون از مردم، از اخلاص مردم، لباس تنش از اخلاص مردم. و وظیفت چی است؟ فقط این خوردن و پوشیدن؟ بگو اگه حق بگو در مقابل ظالم‌ها، کافرها، مرتدها، یکی مردم رو بفهمون. گاو واری میخوان خوان. الله اینا را ذلیل میکنه. انشاءالله ذلیلشتن اینا نزدیک است. الله ذوالجلال همه ما و شما را به حق ثابت قدم نگه دارن. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.